به زودی شهر زرنج ولایت نیمروز شاهد روشنی کامل می شود. با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان، کارهای پروژه های زیربنایی دوباره از سر گرفته شده است. شهروندان شهر زرنج ولایت نیمروز با ابراز خوشحالی از پروژه تنویر که از طرف شاروالی این ولایت اعمار می شود، حاجی معلم عثمان، یک تن از متنفذین شهر زرنج، می گوید: این بسیار کار نیکیه، به خاطر امنیت بیشتر تاثیر میده. هرچی روشنایی زیادتر باشه امنیت میشه دیگه. این بسیار کار خوبیه. خدا کنه که دیگه کارهای دیگه هم که هست همینطور ترتیب پیشرفت پیدا کنه. وی از مردم میخواهند که با شاروالی همکاری کنند. با این حال فرهاد زوری، یک تن از باشندگان، به حریت میگوید: والا چیزی است که برادرها با کلگی خوبه. این لامپ که زده میشه، اول که قشنگی شهر ما شما نشون میده و دومی که حفاظت از خود ما شما است. یک برادر مریض داره، به تاریکی از این که انتقال بده مریض خود. همون لامپ که هست روشناییه، بالاخره هر خونه هر دکان یک لامپ داشته باشه واقعا خیلی خوبه. وی از شاروالی شهر زرنج میخواهند که در بخش زیبایی شهر زرنج تلاش بیشتری کنند. با این حال غلام قوس رسولی، یک تن از باشندگان ولایت نیمروز، با ابراز خرسندی از کارکرد شاروالی شهر زرنج میگوید: و به حساب این ابتکار جدیدی که فعلا شده به حساب لامپ‌ها شهر ابتکار خوبی است، به شرطی که مراقبت بشه و استفاده صحیح از او بشه. و دیگه از او به حساب زیبایی شهر که سرک القوی به حساب 60 متره باشه که او را هم با زودترین فرصت انجام بده بهتر است که بتونیم که زیبایی یا نمای شهر ما بهتر. در این میان فعالین جامعه مدنی از شاروالی این ولایت خرسندی کرده و از اعمار پروژه های این ولایت ابراز خوشحالی می کند و می گوید: و در زمینه زیباسازی شهر که بالاخره یک چیزی که لازمه، یعنی هر حکومتی که میاد شهرداری ملزم به اینه که شهر زیبا کنه، یا بر اساس تنویر شهر یا بر پاککاری شهر یا به تنظیم دکانهای شهر. این کار خیلی نیکه، ما از این کار استقبال میکنیم. وی از شاروالی شهر زرنج میخواهند که به خاطر مشکلات مردم شورای بورد مشورتی را ایجاد کنند. با این حال مسئولین محلی ولایت نیمروز از افتتاح پروژه تنویر در آینده نزدیک خبر میدهند. مولوی صلاح الدین ممتاز میگوید: تنویر موضوع چې د خاص شرکت سره قرارداد شوی دی، تقریبا 6 میلیونه څه باندې روپۍ د ښاروالۍ د بودیجې څه شوي دي 1200. نو هغه د پلان شهري منطقه د موږ په دغه کې نیولې ده چې دغه دلته تنویر موضوع تکمیل شي. و می‌افزاید که مردم باید در بخش‌های مهم با شاروالی این ولایت همکاری نماید. ولایت نیمروز از جمله ولایت‌هایی است که در طول 20 سال در بخش زیبایی شهر هیچ نوع توجهی صورت نگرفته است. محمد عمری، خبرنگار رادیو حریت، ولایت نیمروز.